مرد از حسن بصری رحمت الله علیه پرسید که دخترم را به عقد نکاح چی کسی بدرارم؟ فرمود به شخص خدا ترس، چون که اگر دوستش بدارد احترامش می کند و اگر از او بدش بیاید به او ظلم و ستم نمی کند. متاسفانه امروزها در خواستگارها این صفت خدا ترسی را کسی جویا نمی شود. در آنها تنها مال و ثروت و خانه و منزل خوب بودن را مد نظر می گیرند، ولی از نتیجه و پیامدهای ناگوار آن پروایی ندارند. خدایا در بین مؤمنان صفت خدا ترسی را زیاده بگردان. آمین یا رب العالمین.